اکی تشریف صاحبی چند فرزند داری؟ سلامت باشید برادر عزیز. خدا را شکر صاحب 2 فرزند، 2 تا پسر دارم. یکش نورشد نام داره، یکش جواد. و هر دوش فقط در همین مشق میکنه دویدن ده. خیلی چقدر بودن تز میدوه کو دویدن ده مشق کردن. بگو برای چی؟ برای چی؟ اگه ابله و کشی بند میدوند. تیار شو کردستان ده تیار. چقدر سری دیوالا میپرن. همه را مشق آماده درون آوخه چخیل میدارن. تای ترالبوس بالا ترالبوس چخیل میپرن آماده کردستان. تشریف شما علاقه شنونده های تماشابینایی که مثلا این لحظه ما شما رو تماشا میکنن نترسونید به ابله این پیش بود. واسه قانون برآمد قرار برآمد دیگر ابله نمیشود. من باوری کامل دارم که 99% یا نمی جهنمی سربازا همه همینا با اختیار خودشون آمده. همین خیلی نیست برادر ارجمند. ابله وجود ندارد. هم خیلی طرف ما با خوش کنم. همین خیلی نیست. اکه بختیار ما جواب تای سالات صحبت کرد. ابله اینه که شوخی کردم که همین سالات کم کم چهرهشو خندم میشه. نه اكو باید گپی ما صحبت ما تشی جان نیم شوخی نیم جدی باشد. اکه شوخی کردم اکه دویدن دنیم. شوخی کردم. من یک بچه بود است نه مکتب میخواد نه کار میکرد است بعد همین جوره بازی میکرد است با مادرش گفت که احتم جانه آخه هم جوره بازی میکنی مثلا سحر خوب میکنی تا بگه میری قد جوره تا بگه میگردی بعد نیم میشه ساعت 4 سحر میبیوی این خیلی نکن تو یه بار گپی منی مادر تگیر انا همه کارو نشه بعد بچه گفت که لب بچه جان چیکار کنم دیگه جوره بازی نکن به جوگردی نکن بیا گپی من اگر کارو کشایش میشه یا یگونجا داخل میشه یا که را وکلا خدمت کن با بچه چه ها شما من اوقا خوب مغز نمیبینید اینا 2 بچه‌تون در آسیا من در پیش شما با من میگه را خدمت کن بعد بچه قهر کرد است نه با بچه است که بچه جان تو من قهر نکن گپی من اگر یا مکتب داخل میشی یا کشایش کار یگونجا کار میشی با بچه گفت لا بچه چیکار کنم بچه جان با مادر گفت است که بچه جان تو هر بگه بر وقت بیا ساعت همین 7-8 به خونه بشو همراه ما خوراک شما خوریم بگو بر وقتتر خواب کن سحر بر وقت خیز یک در و ترزه کشای فیض و برکت درات کشایش کار میشد مادر به بدی فرزند گپ نمیزند کو با بچه گفت گپ نیست من 21 بعد اومدم یک بار گپ مادر از زمین نمونم گفت اومده قطعی مادر جانش خوراک شما خورده گفت انا بچه من خوراک شما خوردم چیکار کنم با گفت است که انا کو درو بر وقتی خواب کو بر وقتتر خیز در ترزه کشو فیض و برکت درات بچه گفت است گپ نیست خبر رفته است جوگای خوش به خواب کرده است با سحر ساعت 3 خست است در ترزه کشو فیض و برکت درات با خودش بالا جوگاش با یانباش وای میشد با دوا تازه شده انتظار که فیض و برکت میدرد 10 دقیقه پس فیضلای وینکو مایدر در اومده یو برکتلای اوچاسکوی ناظر منطقه ای ترزه در اومدن خدمت با بردیم بچه سلام باشید